تیم منتخب کشتی رستمی ولسوالی تولک ولایت غور قهرمان مسابقات جام دوستانه کشتی ولسوالی چشت شریف ولایت هرات شد. مسئولان در آمریت المپیک تربیت بدنی و ورزش غور میگویند این مسابقات با هماهنگی این آمریت میان 24 پهلوان از ولسوالی تولک و چشت شریف ولایت هرات برگزار شده است. تیم 12 نفری پهلوانان کشتی رستمی ولسوالی تولک ولایت غور با هماهنگی آمریت المپیک تربیت بدنی ورزش این ولایت سفری داشتند به ولسوالی چشت شریف ولایت هرات که در اینجا 24 پهلوان از هر دو ولسوالی با هم رقابت کردند که با نتیجه امتیازات به تساوی دست یافتند و به خاطری که ولسوالی چشت شریف میزبانی مسابقات بوده و قهرمان مسابقات تیم ولسوالی تولک شده که می پیروزی را برای تمام رهبری مقامی ولایت، رهبری مقامی ولسوالی و جامعه ورزشی ولایت غور تبریک و مبارکباد میگویم. به گفته جان محمد ایدری این رقابت‌ها به هدف اتحاد، هماهنگی بیشتر میان ورزشکاران این دو ولسوالی و انتخاب چرای برتر به تیم ولایتی ولایت غور برگزار شده است. این مسابقات به هدف ارتباط و روابط خوب بین ولسوالی‌های همجوار ولایات هرات و ولایت غور برگزار شده و هدف از راه اندازی مسابقات پیشرفت ورزش و همچنان شناسایی چراهای برتر و نخبه‌های ورزشی کشتی رستمی در سطح ولایت غور عنوان شده که ما بتونیم در آینده پهلوانای خوبی را بیرون از ولایت غور به مسابقات روان بکنیم و این مسابقات هم مدت 2 روزه در بر گرفته. گفته نیست که آمریت المپیک تربیت بدنی و ورزش ولایت غور در طی سال جاری برنامه‌های ورزشی را در مرکز شهر فیروزکوه و ولسوالی این ولایت برای رشد و انتخاب چرای برتر ورزشی برگزار کردند.